مجدد سلام به همه دوستان، امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه. خب درس دوم میشه در حقیقت، دیگه مقدماتی رو در نظر نگیریم. کار با فایل ها، اون آپارتمان ها کار. این آخر من دقیق میده صفحه دو رفتم. اولی ارزیابی ملک، ویژگی عمومی ملک، جهت، امکانات، طبقه و غیره، اعلام ایرادات ملک. بسیار مهم در اعتماد سازی، آشنایی کلی با متریال ساختمانی و شناخت مزایا و معایب آن، آشنایی کلی با نقشه ها، ایجاد یک شناسنامه برای هر فایل بر اساس موارد بالا. اوکی. ببینید دوستان، شما باید دیگه جهت ملک و آپارتمان رو بلد باشید. خواهش میکنم اینا رو تو روز اول یا از مدیرتون بپرسید یا نمیدونم سازنده مجموعه، هر کسی که بلده. ملک شمالی چیه، جنوبی، شرقی، غربی، بنفش. خیلی مهمه. مثلا تو تصمیم گیری اون موقعی که داره تلفن میزنه بهتون، مشتری و داره باهاتون حرف میزنه، مهمه. چون اگه تسلط نداشته باشه بهتون اصلا اعتماد نمیکنه. و همینطور جهت آپارتمان توی اون ملک، یه ملک شمالیه جهتش جنوبیه، یه ملک نمیدونم شرقیه جهت آپارتمان جنوب و غربه. اینا رو حتما باید بدونید و یاد بگیرید. واقعا اهمیت داره. اینقدر اسارت قدیمه یه آپارتمان دارم نمیدونی چقدر خبره. اینا دیگه الان خیلی کار نمیکنه. عرضم به خدمتتون که امکاناتش رو دقیق بگیم و خواهش میکنم یه ذره از جزئیاتش هم بگیم. دیگه همه پارکینگ انباری آسانسور شدن. پشت تلفن وقتی زنگ میزنه آقا پارکینگش اینجاست، از دری که وارد میشین بپیشین سمت راست، سومی دست چپ بین دو تا ستونه کنار یه ارزم به خدمتتون ماشین دیگه و ستونه کنار وسایل دو تا ماشین یا هر چیز دیگه، یا اگه آسانسور داره چند نفر جا میشه، چقدر ورزشی دیگه، معمولا اینا رو آسانسورها نوشتن. و اینکه چه طبقه ایه و اینکه اون طبقه خیلی مهمه. شاید طبقه پنجم یه ساختمونی که یه لابی 6 متری داره خیلی فرق میکنه با طبقه پنجم یه ساختمونی که اصلا لابی نداره. برای همین وقتی طبقه رو توصیف می‌کنیم بگین جلوش این شکلیه، اینجوریه. نترسین اینقدر از اطلاعات دادن. مردم از اطلاعات درست خوششون میاد. هی فکر می‌کنن الان اطلاعات رو بدم وای نکنه بپره برام میشه. البته قبول دارم و این اطلاعات رو باید نسبت به سوالای اونا بگیم. همینجوری قبلا گفتم رگباری اطلاعات ندیم که بره رو مخشون. ولی وقتی که آقا میگه پارکینگش کجا قشنگ یه دونه پارکینگ داره اینجوری میشه تو اونجا به همین راحتی. حتما خواهش میکنم ازتون حتما ایرادای ملک رو بگیم. حالا یا موقعی که داره تلفن صحبت میکنیم مثلا اولین بار، یا موقعی که داریم برای اولین بار ملک رو نشون میدیم، فرقی نمیکنه. ایراده ملک رو بگیم. هیچ ملک بدون ایرادی نداریم. پنتاوس های منطقه یکم اگه بیاریم ببینیم توش میشه 50 تا ایراد پیدا کرد. اولا که اصلا اون ایراد از زاویه دید کیه؟ شاید یه چیزی که برای یه نفر حسنه برای یه نفر دیگه ایراد باشه. شاید یه نفر دوست داره اتاق خواباش نور نداشته باشه ولی یکی دوست داره داشته باشه. پس برای خودتون تجسم نکنید که حتما ایراده. اصلا شاید ایراد نیست، ولی بازم اگه هست مثل دیوار کج، نمیدونم مثل یه پاسیو خیلی بزرگ که حالا باعث شده دو تا از در فضاهای ملک رو اشغال بکنه، هر چیزی، کابینتش ایراد داره، لوله کشیش ایراد داره، هر چیزی هست بهش بگیم. اتفاقی نمیفته همه اینا. بعضیاشون با یه سری هزینه رفع و رجوع میشه، بعضی میشه همون که هست دیگه. حالا طرف نسبت به اون مبلغی که میخواد هزینه بکنه راحت‌تر انتخاب میکنه. اوکی. پس حتما ایرادا رو بگیم بهشون. میگم اگه تو تماس اولم چند مورد رو گفتیم تکمیل نشد، بقیه رو موقع بازدید بگیم. حتما خواهش میکنم شما مشاوری که تو منطقه داری روی خرید و فروش آپارتمان کار میکنی، حتما با موارد نوسازم طرف حساب میشی دیگه. متریالشو بنویس. انقدر پارکینگ هم برای آسانسور لابی رو آقا کفش چیه، سنگ چیه، سنگ ازما چیه، اینا رو یاد بگیرین. بپرسین از اون سازنده سایزش چقدره، سنگایی که تو لابی کار شده به چه صورته، اگه کف پارکینگ گرانیت کار شده چه گرانیتیه و چرا گرانیت کار شده. او یقینا به خاطر که گرانیت خیلی سنگ مستحکمیه و به درد کف پارکینگ میخوره. البته خب گرانیت های مختلفی داریم که ظاهر شکیل تری داره. بگین اینا رو باید یاد بگیرین. از سازنده دونه دونه اصلا برین جلو. وقتی یه ملکی سازنده ساخته برین تو دفتر بگین آقا یه لیست متریال من بده، چیکار کردی چیکار نکردی.
خیلی ساده است. اینقدر به فکر نباشید بفروشم پول بگیرم. بابا اینا ختم به فروش میشه. تو مورد بعدی خواهشاً نقشه های مختلف، اینکه کجا نور میگیره، از کجا نمیدونم صبح نور میاد، از کجا غروب نور میره، پذیرایش مربع مستطیل اگه مربع چند در چنده، اتاق خوابش اگه نمیدونم مستطیل چند در چنده. یاد بگیره اینا رو. 4 تا سرچ ساده توی اینترنت اصلا کاری نداره. بعدش متوجه میشین کلا در 15 تا مورد عمومی داریم 80-90% حالا بغیر از استثنا. اصلا دیگه براتون راحت میشه یه جایی به بعد نقشه ها رو حتما خوب یاد بگیرید. و در آخر چیکار کنیم؟ یه شناسنامه واسه هر فایل درست کنیم. آقا ول کنیم دفترایی که نمیدونم پارکینگ فلان اینجوری خب ورق میزنین سری 20 تا 20 تا. نه، یه دونه ورق کامل قشنگ اختصاص بدیم به واحدی که میخواین کار کنیم. یادتونه تو جلسه قبل گفتم وقتی که فایل پیدا میکنین حالا طبقه بندی میکنین دیگه. حالا 5 تا 6 تا فایل درست و درمون میکنین رو اونها اصلا کار کنین، ذهنتون رو به فایل‌های بقیه نبرید یا بقیه فایل نبرید. شناسنامه درست کنین یه صفحه کامل و بذارین هر کدوم سوال کرد جلوی چشتون ببینین و بهش بگین. اینقدر به حافظتون نسپارین چون موقع سوال کردن یادتون میره. ارزیابی محله. اهمیت شناخت و تسلط برای محله رو که جلسه پیش گفتیم. حالا نکته چیه؟ وقتی که شناخت کلی و حتی جزئی نسبت به کلیات اون محله شما یاد گرفتین که مثلا نمیدونم مسجد کجا، مجتمع تجاری کجا، مترو کجا، دسترسی تاکسی، مرکز خرید و اینا، حالا خوبیش اینه که اینا رو میتونین چیکار بکنین؟ بیارین رو فایلی که دارین کار میکنین. یعنی در ادامه پایین نوشتم اینجا شناسنامه برای محله. منظورم از برای محله یعنی همون شناسنامه‌ای که تو اسلاید قبلی گفتم، حالا محله رو بهش اضافه کنین. آقا از فلانجا 500 متر فاصله داره، با میوه فروشی اینقدر فاصله داره، با نمیدونم مجتمع تجاری اینقدر فاصله داره. خیلی راحت. حالا اینجوری چیکار میکنین؟ اگه مشتری واسه سوال بود راحت میگین خانم آقا 5 دقیقه تا فلانجا، 10 دقیقه تا فلانجا، فاصلتون بیشتر نیست. خیلی مهمه این دقت تو این جزئیات. باور کنید شما رو یک مشاور دیگه میکنه. اصلا دیگه ذهنتون به گفتن دروغ و نمیدونم التماس تو رو خدا من کمیسیون اینقدر بده. 80-90% آدم ها وقتی میبینن شما اینقدر با دقت کار میکنید فقط سر یه کوچولو اون حق و زحمت بالا پایین باهاتون صحبت میکنن. اینجا هاست که اصلا اون کمیسیون حالا استان 1% برای خرید و فروش شکل میگیره. قیمت یا همون بهتر بگیم قیمت گذاری. ببینید بچه‌ها ما هیچ قیمت نقطه‌ای برای یه ملک نداریم واقعا. حتی فکر کنم کارشناسای دادگستری براشون خیلی سخت باشه که یه نقطه بذارن مثلا دقیقاً ملک شما میارزد به 318 میلیون و 670 هزار. با توجه به اینکه این بازار عرضه و تقاضا مشخص میکنه و نسبت به اون قیمت منطقه، مثلا چه میدونم اگه 150 یا 46-7 بشه یا 52 خیلی چیز عجیب غریبی نیست، شما باید یه بازه قیمت بدید. چرا باید بازه قیمت بدید؟ مثلا شما یه ملکی میبینید خب مثلا خیلی پر فروش بره ولی به قیمت ها پره، به قیمت 150. خب به مالک بگین آقا 130 تا 150. یعنی چی؟ آقا اگه میخوای زود بفروشی به 130، اگه میخوای همینجوری حالا مثلا چه میدونم 3 ماه طول میکشه 140، اگه میخوای حالا فعلا بمونه 150 بذار. بذار طرف بدونه اصلا انتخاب بکنه ببینه نسبت به نیازی که داره چه قیمتی رو بس بده، یه بازه واسش تعریف بکنه. خواهشی که ازتون دارم تو مورد دوم پریز از دادن قیمت واهی گرانتر یا ارزانتر. برای اینکه اون فایل رو به دست بیارین اینقدر قیمت گرون ندین، چه برای اجاره چه برای فروش. خب خودتون باید کار کنید، خودتون گیر میکنین، پس بعد باید به چالش بخوری مهندس فلانی خانم فلانی تو رو خدا کمتر بده فلان بده. اونم به هم میگه تو نگفتی. آره من گفتم ولی بازار فلان. قیمت گرون که میدین که به قاپین اون فایل رو برای خودتون مثلا گیر میافتین. و از اون طرف برای سرمایه گذارتون که سرمایه گذارون دفتری یا برای شماست
ارزون قیمت ندین. اگه 130 تا 150 قیمتون بهت میارزه این 100 تومن 110 تومن اتفاقا بیاین کار دیگه بکنیم، بگید این بازار قیمت ملکته، ولی اگه بخوای 5 6 روزه بفروشی مثلا باید 120 بفروشی، 115 بفروشی. چرا؟ چون میدی به سرمایه گذار. واقعا شاید اصلا طرف خودش انتخاب بکنه بگه آره من اگه الان 115 20 بدم، حالا بگم 140 میارزه 20 تومن، میخوام فلان حواله رو بزنم به نفعمه، اوکی بگو سرمایه گذارت بیاد. خیلی راحت به مردم حق انتخاب بدید. رعایت عرف تبدیل رهن به اجاره، یعنی دیگه تو این اینستاگرام پره هر 100 میلیون 3 تومن، هر 100 میلیون 3 تومن. میشه من بدونم این قانونی که شما حکم میکنین تو اینستاگرامو کی نوشته؟ یه عرفی 100 تومن 3 تومن که تازه اون موقعی بوده که اعداد این شکلی نبوده، انقدر بزرگ نبوده. آقا الان برای خونه 3 میلیاردی واسه شما داری این کارو میکنی، هر 100 تومن رو داری میکنی 3 تومن، کنی 90 میلیون تومن. مگه رشد درآمد مردم با ملک و قیمت ملک و این اوضاع اومده بالا؟ نه خیر. کمترین حدی که الان دارن بانک‌ها سود میدن حدود 102. فکر کنم بالای 500 تا 1 میلیارد باید بشه مثلا، چون دیگه ملک‌ها از این گرون‌تره دیگه، حالا رهنش هم احتمالاً از این بیشتره. فروش 102 عرف دیگه، اون ته پرش هم 103. بازم میشه بازه بین 2 تا 3. بگیم به مالک به مستاجرم بگیم. حالا دیگه اونا انتخاب میکنم بدن ندن، نمیخوام کاری انجام بدم میخوام کاری انجام بدم. حالا منصفانه 2 تا 3 هم میشه 2.5. اینجوری راحت تر مردم بهتر تصمیم میگیرن. همین توضیح مثل سود بانکی فلان بیسار درسانی اون مالک داره ارزش افزوده ملکش رو توی تورم ارزش افزوده که توی تورم داره قیمت ملکش جابجا میشه دیگه. که البته حالا با این بازاری که داریم اینجور من نیست برای اندام بشیم. بگذاریم. پس اینم شد نحوه قیمت گذاری. خیلی ممنونم ازتون. امیدوارم که هر جا هستین موفق باشین، پر از درآمد و پرپول، البته از راه سالم و درست مشاوره. خدا نگهدار.